سلام دوستان، اومدیم آموزش از بین بردن لگ آهنگ و باگ ماینکرافت رو از بین ببریم. خب این ویدیو رو لایک کنید و آخر ویدیو هم بهتون میگم ویدیو رو لایک کنید. فقط یادتون نره اگه این ویدیو لایکش بالای 10 رسید من یه آموزش میدم. پشماتون میریزه، پشماتون. خب اولا شما اگه گوشی ضعیف دارین و ماینکرافتتون هم اصلا کیفیتشو بیاریم پایینم هنگ داره میکن، لگ داره میزن، پس یه ویدیو من این گوشه میذارم الان. یه لحظه صبر کن. 3 2 1 بیا سمت چپ. دیدی که یه چیز ظاهر شد. خب الان من اینجا میرم تو گوگل، میگیرم میزنم دانلود بازی ماینکرافت قدیمی، اینو سرچ میکنیم و میریم تو داخل این سایت، تو سایت و میریم پایین یه فایلی هست نوشته ماینکرافت مد شده. اگر میخواهید مد باشه خب برید مد نصب کنید. اگر میخواهید فایل نصب باشه کم از این قدیمی تره. اگر بالایی رو بزنید نسخه بدون مد قدیمی تره، نسخه مد شده است. و اگر بالایی رو نصب کنید ماینکرافتتون خیلی فرق داره با این نسخه که الان من دارم. شما بزنید رو مد شده. اگر فایل نصبی رو بزنید مثلا برین توی ماینکرافت، اصلا نصف بلاکوی که شما میخواین و نیست. مثلا اون چراغایی هست و مثلا تخت قرمز فقط داخلش، سفید، آبی، نارنجی، قهوه اینا داخلش نیست. پس مدشدش نصب میکنیم. اینجا که مدشدش نصب کردیم رفتی داخل بازی، پس زمینش فقط با مال من فرق داره و کمی از چیزا رو نداره، اما اصلا لگ نداره. اصلا داخل ماینکرافتتون لگ نمیبینید. این نکته رو حتما گوش کنید و کار رو انجام دهید. اولا یه لحظه من برم داخل بازی، الان براتون توضیح میدم. خب دوستان، ما رفتیم داخل بازی. چون گوشی من قویه لگ نداره. اینا من ویدیو رو گذاشتم برای کسایی که گوشیاشون ضعیفه. اولا اینجا میریم تو ستینگ، میایم پایین یه عکس تلویزیون رو اینجا میزنید رو این تا میتونی اینو ببرید بالا، کیفیت بازیتون رو کم میبر بالا. اینجا اینو آف کنید با این دوتا رو. اگه آف کنید مثلا 2 نفر دارین بازی میکنین اسم یارو رو اینا نیست و این لگتو کمتر میکنه. خب و اگه اینو آف کنید نگاه کنید چه ماینکرافتم بد شد، الکی شد. یه لحظه بسا بلاک بکنیم. دیدی ماینکرافتم بد شد. شما باید اینو آن کنید، آف آنش کنید. اگه آفش کنید خیلی کوچولو از لگت میره، خیلی کوچولو. و اگر میخواید 60 فریم خالص میده، فقط هیچی کیفیت نداره. این ستا رو آف میکنید. اگر میخواید کیفیت داشته باشه دور و بر 55 60 فریم بده، این ستا رو آن کنید. این هم خیلی مهمه، این هم خاموش کنید که اصلا دیگه لگ نمیزنه. بریم سراغ اصل کار. این هم آف کنید و این هم بیارید پایین. اگر ببرتش آخر او دور رو نگاه دیدین؟ یه لحظه اینا نگاه داره اون دور ظاهر میشه. اون دور رو من دارم خوب میبینم. این لگی میکنه بازیتونو. اینو بیارید پایین. الان اون دور اصلا دیگه نیست.
قیف شد، اصلا اون دور نیست. خب الان اگر برین بازی کنید بدون لگ میرین عشق میکنید، عشق. اگر این ویدیو با لایکاش بالای 10 رسید، مثلا اگه 10 بود شد 11، یه ویدیو خیلی پشمریزون میذارم برای گوشی های ضعیف و قوی. یه نکتهش برای گوشی های قویه، یه نکتهش هم برای گوشی های خیلی ضعیف. پس تا دیر نشده این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. خدا نگهدار.